سلام خدمت همه دوستان عزیز. آرش عیفت هستم با پارت دوم آموزش ویدیویی که کنترل از سایت لرن اکسپرت در خدمتتون هستم. در قسمت اول نصب کریو ما اومدیم کلیه کانفیگ ها رو انجام دادیم، کلیه تنظیمات مربوط به بحث ستاپ اولیه کریو و همچنین کانفیگ های اولیه، معرفی منوها و همچنین یه سری چیزهای ریز کوچیک که مربوط به DNS میشد، مربوط به کارت شبکه میشد با هم انجام بدیم. حالا از امروز میخوایم استارت اولیه یک کانفیگ کریو رو با هم دیگه بزنیم. امیدوارم که مورد قبولتون واقع بشه. ما اولین کاری که میخوایم بکنیم در واقع میایم روی بحث لایسنسینگ کریو که خب خودتون همونجور که بهتر میدونید سایت‌های مرتبطی هستن که بحث لایسنس فری کریو رو ارائه میدن، ولی ازتون خواهش میکنم که کریو رو حتی الامکان اگر که سازمان خودتون یا جای دیگه فعالیت میکنید که بنا به نیاز سازمان به سراغ کریو میایید، حالا که سراغ کریو اومدید برای اینکه از فول فیچرش استفاده بکنید از لایسنس معتبر استفاده بکنید و لایسنس رو ترجیحاً خریداری کنید. لایسنس های فری که خب سایت دیگه ارائه میدن با توجه به تحریمایی که خب ایران داره و همچنین موردایی که دارن نمیشه زیاد استفاده کرد و همچنین یه سری از فیچرها غیر فعاله و توی بلند مدت برای شما مشکل ایجاد میکنه. ولی خب یه سری دوستان هم هستن اسمال بیزنس به قضیه نگاه میکنن و کار خودشون رو انجام میدن. پیشنهادم اینه که بحث لایسنسینگ رو داشته باشید، حتما از سایت های معتبر خریداری کنید تا بتونید از قابلیت های بهتر کریو بهره بگیرید. بحثی که ما داشتیم توی کریو برای کانفیگ کریو برای گام اولی که میخوایم برداریم توی کارت شبکه است. ما برای اینکه کارت شبکه هامون رو درست در واقع تنظیم بکنیم اول میایم نامگذاریشون میکنیم و با دبل کلیک کردن روی کارت شبکه تو منوی اینترفیس من میام نیم کارت شبکه دست لنم رو یا همون لوکالم رو لن میدم. یه سری تنظیمات دیگه اینجا هست که میبینیم، اینکه کانفیگوریشن منوال آی پی ادرس 200.241 طبق سناریو که دست لنمون هست، سابنت اسلش 24 گیتوی دست لن هیچ وقت نباید بگذاریم، بستگی به بستر و نوع سناریوتون داره، نه که هیچ وقت بگیم نمیذاریم چون در این حال دوتا با هم نمیتونن گیتوی داشته باشه، هم لن هم لن دچار مشکل میشن. دقت کنید دوستان، روی کارت شبکه دست لن DNS رو من تنظیم میکنم. DNS رو چی میذارم؟ خب طبق سناریویی که داشتیم یک DC اینجا ما داشتیم، سناریوی انترپرایز تای دیگه هم هست که دوستان میان اینجا CA هم میذارن. CA برای بحث سرتیفیکیت اتوریتی هستش که خب برای اینکه ما کانکشن آن سیف نداشته باشیم به کریو از اون استفاده میکنیم، ولی خب توی سناریو برای اینکه ما فقط میخوایم به خود کریو بپردازیم اونها رو همه رو ما اسکیپ میکنیم و توی دوره مایکروسافتی که روی خود سایت گذاشته میشه بعدن اون دوره ها رو به تفکیک براتون در نظر گرفتیم. ولی فعلا صرفا ما اینجا یک DC داریم که روی این DC ما اومدیم تنظیمات کارت شبکه و به قول معروف دامین رو انجام دادیم، DNS روش رو اندازی کردیم، اسم دامینش هست learnexpert.local و IP هم که داره IP 200.240. اوکی رو میزنم، اپلای. دست ونام رو که قبلا نامگذاری کرده بودم از طریق همون کانکشنی که داشتش نامگذاری کرده بودم. اینجا تغییرات رو نگاه بکنیم با هم دیگه، ببینیم چه آی پی ست کردیم درست هست یا نه. 811 طبق سناریو دست ونمون بود، 8C گیتویمون بود. DNS هم فعلا DNS پابلیک. تو سناریوها بعضیات همونجور که خدمتتون گفتم اینترفیس PPOE کانفیگ میکنن یا مثلا از مودم ADSL استفاده میکنن. کسایی که از مودم ADSL استفاده میکنن و میخوان کانکشن PPOE رو خود کریو بزنه، از منوی اینترفیس توی قسمت ون، یعنی وقتی که میخوام ونشون PPOE باشه منوی ونشون یا اینترنت اینترفیسشون انتخاب میکنن، تنظیمات روی PPOE انتخاب میکنن، اینجا یوزرنیم پسوردی که شرکت سرویس دهنده اینترنت بهشون داده وارد میکنن و اوکی رو میزنن. توی قسمت ون ویلن رو فراموش کردم اینجا بهتون بگم، اینجا ویلن رو هم شما میتونید آیدی ویلن رو بذارید، میتونید اینجا تغییرات ویلن رو انجام بدید، ادوانس میتونید مک آدرس رو بدید، ولی مک کارت شبکه مورد نظرتون رو که اینجا براتون گذاشته میتونید تغییر بدید. MTU میتونید براش بگذارید. مک فیلتر توی گزینه‌های این قسمت بود که سکیوریتی انجام میده. تغییراتی که روی ون انجام ندادم همون چیزای خودشه، پس تغییراتی رو سیو نمی‌کنم. از این می‌خوایم حالا کریو رو جوین به دامین کنیم. دامینمون learnexpert.local. از کدوم منو این کارو انجام بدیم؟ توی منوی کانفیگوریشن قسمت دامین اند یوزر لاگین رو من انتخاب می‌کنم. درباره این منو با هم صحبت می‌کنیم که چه اتفاقی میفته. قسمت دیرکتوری سرویس
من میام اینجا میخوام کریومو جوین به دامین بکنم، اینجا جوین دامین رو انتخاب میکنم، دامین نیمم رو مینویسم learnexpert.local. هاست نیم کریو یا همون به قول معروف مایکروسافتش رو بخوام بگم کامپیوتر نیم کریو رو من اینجا میتونم تغییر بدم. خواستش رو بزنم کریو. یوزرنیم پسوردی که مربوط به دامینم هست که یوزری رو که میتونم، یعنی قابلیتی رو داره که کریو رو میتونم باید جوین دامین بکنم و وارد میکنم. و چون من فعلا تنظیمات روی دیسیم انجام ندارم، از یوزر ادمینش استفاده میکنم. نیکست رو میزنیم. دقت کنید دوستان، چون کریو هنوز تغییراتی روش انجام ندادیم و کانفیگش نکردیم، با اسم قابلیت این رو نداره که بخواد دامین رو ببینه. پس از من آی پیش رو میپرسه. من اینجا آی پی دی سی رو وارد میکنم که بشناسه بتونیم جوینش کنم. که همه چیز مرتب باشه اینجا به من پیغام ساکسس رو میده و من میتونم کریو رو جوین کنم. من ویدیو رو لحظه اسکیپ کردم، یه مشکلی داشتم که کریو جوین نمیشد. موردم این بود که دوستان دیگه هم قبلا تو گروه مطرح کرده بودن که گفته بودن کریو جوین نمیشه، یا یه دفعه کریو وقتی که داره کارش رو انجام میده یه دفعه ارور میده که این از دامین ما لیو داده و اومده بیرون و اینها. وقتی که دونه دونه قدم به قدم همه چیز رو تست میکنیم و میبینیم که چه اتفاقی افتاده، اگه دقت بکنید اینجا نوشت ممبر دامین learnexpert.local شده کریو. چیزی که اتفاق افتاده اینه که کریو خیلی 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 به تایم و زمان حساسه و اگه که دامین شما موقع که دارید کریو رو جوین میکنید بهش، اگه که تاریخش یا تایمش به هم ریخته باشه، اجازه جوین شدن رو بهشون نمیده. یعنی همین اتفاقی که چند دقیقه پیش واسه خود من افتاد، چون دی سی من دی سی تست هست و من غالبا بعد همه چیزش رو انجام میدادم فراموش کرده بودم و تست کانکشنش هم اگه بگیرم همه چیز پس میشه. منظور چیه که کریو جوین دامین میشه؟ شما خب دوست نداری شما کریو رو دارید تو محل کارتون استفاده میکنید به خاطر اینکه بیاین به دونه دونه یوزرها دسترسی اینترنت بدید و نمیخواید واسه هر کسی یک آی پی بدید و پر آی پی اینترنت بدید. توی سناریویی که ما میخوایم داشته باشیم به این شکلی که ما میخوایم کاربرایی که اینجا نشستن با یوزر دامینی خودشون وقتی به سیستم لاگین میکنن اتوماتیک وصلشن به کریو و کریو آتنتیکیت بشن برن بیرون. نکته دیگه که هستش این که کلاینت ما، خب حالا شما بنا به اون ساختاری که داره توی مجموعتون DHCP سرور دارید که حالا روی DC تونه یا جدا از DC یا روی میکروتیک یا روی هر چیز دیگه‌ای که هستش، به این شکلی که هر سیستم و هر کلاینت یک IP DNS داره. دقت بکنید دوستان، شما وقتی که الان کریو رو جوین هم کردید، من این نکته رو بگم، این کریو وقتی که الان جوین شده با اون کامپیوتر نیمی که من بهش دادم روی همون هاست نیمی که بهش دادم، الان رکوردش توی DC شما ساخته شده و عنوانش اومده. نکته‌ای که هستش اینه که توی این سناریو کریو گتوی کلاینت‌های شما قرار میگیره. نکته دومی که باید بهش دقت بکنید که کریو چون ماهیتاً یک UTM هست و همه چیز روش بسته است، درخواست DNS کاربرا اول میاد سمت کریو، یعنی میره سمت به قول معروف DC و بعد از DC برای اینکه ریزالو بشه بره بیرون، شما مثلا بالفرض تایپ می‌کنید yahoo.com، درخواست شما چون اسمی هست اول میاد پیش دیسی شما میفرسته برای کریو میفرسته واسه حالا مودم یا اینترنت شما، بعد دوباره این درخواست برمیگرده. اگر که ما کریو رو درست کانفیگ نکرده باشیم، درخواست DNS عبور نمیکنه و دراپ میشه و غالبا اون شخص پیج نمیتونه باز بکنه. پس برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم و درخواست DNS رو روی کریو الو بکنیم، باید حتما بیایم یک رولی توی کریومون اضافه بکنیم توی قسمت ترافیک رول. من اینو قبلا اضافه کرده بودم برای اینکه استپ بای استپ با هم جلو بریم، با هم دیگه این رول رو می‌نویسیم. چیکار باید بکنم؟ میام توی ترافیک رولا کلید اد رو میزنم. نسخه های قبلی کریو به این شکل بود که وقتی شما می‌خواستین رولی اضافه بکنید خیلی ساده‌تر بود این منو و یه چیزی میومد و شما می‌نوشتید و اصلا این منو باز نمی‌شد. توی این ساختار جدیدی که از ورژن فکر می‌کنم 8 خورده به بعدش داد و این ساختارم حفظ شده، به این شکلی که وقتی شما نیو رول میزنید اول اسم رولتون انتخاب میکنید، اکشن اون چیزی که مینویسید رو انتخاب میکنید، الو دینای دراپ. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه ولی جفتش معنیش اینه که این اجازه نداره، ولی بهتون میگم که به چه شکله. درخواست رو اینجا انتخاب میکنید. اگر که بحث نت داشته باشید اینجا پورت مپینگش رو اینجا انتخاب میکنید که این رول چیکار باید بکنه.
پالیسی روتینگ که از چه اینترفیسی بخواد بره، در واقع سورسش چی باشه، دستینیشنش کجا باشه و چه سرویسی میخواد باشه و اینکه سورس های اینها چی چیزی باشه که مثلا میتونه ادرس باشه، آی پی ادرس، گروپ باشه، اینترفیس باشه، وی پی ان و حالا یوزر همون باشه. میریم با هم جلو. من حالا برای اینکه این خوب براتون جا بیفته وقتی ادو میزنیم اینو فینیش رو میزنیم که این رو شما خطی ببینید. توی کریو اهمیت رول ها همونجور که تو ویدیوی قبلی هم گفته بودم خیلی مهمه. اهمیت رول ها و اولویت رول ها خیلی مهمه که هر کدوم تو چه جایی قرار بگیرن. اگر که رولی داشته باشید اینجا دینایی بکنه قاعدتا روی بقیه هم اعمال میکنه، پس خیلی خیلی مراقب باشید که رولتون به چه شکل عمل میکنه. اسم رول رو اینجا می‌نویسم DNS. سورس هم چی باید باشه؟ من میخوام که DC من که نقش DNS هم الان اینجا داره بازی میکنه، میام اینجا اول آی پیشو انتخاب میکنم، قسمت ادرسز می‌نویسم 107 باز میخوام 240 انتخابش میکنم، اوکی رو میزنم. به دستینیشن انی چه سرویسی؟ من میگم آقا به خاطر اینکه من اینجا همه رو هم قبلا زده بودم، من میگم آقا به خاطر اینکه کلا سکیور بشه این سیستم من، سرور من، فقط سرویس DNS رو برای من الو کن. سرویس DNS انتخاب میکنم. یه نکته که بعد بهتون خدمتتون عرض بکنم اینه که کلا اگه دقت بکنید تو این سرویس ها خیلی چیزای متنوع میبینید که توی این قسمت که پایین اینجا قرار داره سرویس ها رو اونجا با هم مرور کردیم تو ویدیو قبلی. شما توی اضافه یا کم که نمیتونید اضافه میتونید بکنید و سرویس های خاص خودتون رو داشته باشید، یعنی فقط به این سرویس ها نمیخواد بسنده کنید. اوکی رو میزنم، میگم پس شد، اسم رولم شد DNS. شما میتونید برای این حتی رنگ بندی هم داشته باشید که بنا به اون رنگی که حالا اولویت داره، قرمز مثلا خیلی حیاتیه کسی پاکش نکنه، این هم استانداردیه که حالا خودتون میتونید بزنید. سبز رولایی که مثلا هر چی حالا مربوط به اینو سلیقه شماست، یعنی رنگ بندی هم اینجا میتونید داشته باشید. میگم پس اسم سرویس هم شد DNS. از سورس خودم که مربوط به دیسیم هست به دستینیشن انی فقط سرویس DNS IP ورژن اینجا میتونم انتخاب کنم، IPv4 یا V6 فعلا کاری باش ندارم. اکشنش چی باشه؟ اکشن اینجا میتونم الو دینا یه درام انتخاب کنم، میگم الو کن. برای اینا درباره اینها با هم صحبت میکنیم بعدا. ترنسلیشنش چی باشه؟ ترنسلیشن دوستان مربوط به ترجمه همون بحث پروتکل نت هست که چندین نوع انجام میشه. شما اگه توی این منو میتونید بحث پورت فورواردینگ رو داشته باشید. دستینیشن نت توی میکروتیک بهش میگن دستینیشن نت که حالا نوعای مختلفی داره. اینجا هم بهش دستینیشن نت گفته میشه که همون پورت فورواردینگ خودمونه. این بحث فول نت و بحث لود بالانسینگه که حالا اینا رو بعدا با هم صحبت میکنیم. شما وقتی دو تا لینک داشته باشید واسه اینترنت، نت رو اینجا تغییر میتونید بدید که کی از کجا بره اینها. فعلا ما برای اینکه شما روی بحث سناریوی خودمون پیش بریم به همین نت بسنده میکنیم و نت رو میزنم، ولی تایم واسش نمیذارم، لحظه‌ش هم خب الان میشه، اپلای رو میزنم. پس اومدم یه رول اضافه کردم مربوط به DNS هم رو الو کردم. خب دوستان تا به اینجای کار که DNS رو تنظیم کردیم، حالا نوبت به اینجا میرسه که به سرورهامون اینترنت بدیم. به چه شکلی؟ من میام سرورهامو اگه بخوام دونه دونه توی رول ها اضافه کنم که بهشون اینترنت بدم یه مقدار خوشایند نیست. برای اینکه بیام همه رو عضو یک گروه بکنم که میخوام آی پی بیس به سرورام اینترنت بدم، میام اینجا از منوی کانفیگوریشن آی پی ادرس گروپ رو انتخاب میکنم، اد رو میزنم، اسم گروه هم رو میذارم سرورز، آی پی ادرس هستش 240 مثلا. بعدا میتونم اینو این دیسکریپشن هم براش میذارم، مثلا میذارم DC. اوکی، اپلای میکنم. حالا اگه که هر سرور دیگه که خواستید میتونید اضافه بکنید که دیگه هی نخواید توی رول هاتون اونا رو فراخوانی کنید، فقط کافی آی پیشون رو اینجا بزنید. میام توی ترافیک رول یه دونه اد میزنم، فینیش میکنیم. این رفت به top of the page، میارمش پایین زیر DNS، اسمشو میذارم servers. خب سورسش رو انتخاب میکنم، میگم که خب از کدوم سورس، میگم از سورس آی پی ادرس گروپ. سرورز رو انتخاب کن،
دستینیشنش کجا باشه. دستینیشنش رو هر چیزی میتونم انتخاب کنم، ولی چون میخوام بهش اینترنت بدم اینجا اینترنت اینترفیس رو انتخاب میکنم. سرویسش رو برای اینکه دوستان یه کمی امنیت سرورام رو بالا ببرم فقط میام سرویس HTTP و HTTPS رو، چون بیشتر از این احتیاجی نداره، انتخاب میکنم. IP ورژنش any، نتش هم در واقع سورس نت میکنم ترنسلیشنش رو و اپلای میکنم. الان سرور DC من که توی این گروه هست اینترنت دار شده. حالا شما فکر کنید ما خب کریو رو جوین به دامین کردیم و قرار شد که بیایم پر یوزر اینترنت رو بدیم. چی کار میکنی برای اینترنت کاربر دادم، یعنی اینترنت پر یوزر دادم؟ میام اینجا اد رو میزنم، اینجا انتخاب میکنم مثلا اینترنت اکسس. دوستان توجه داشته باشید که توی بحث اینترنت دادن به کاربرها ما میتونیم هم به یوزرهای لوکال اینترنتمون رو بدیم، هم به یوزرهای دامینی. یعنی من اینجا میتونم توی منوی یوزر اند گروپ، اینجا الان یه یوزر لوکال بیشتر ندارم، میتونم اینجا انتخاب بکنم learnexpert.local، یوزرهایی که ساختم مثلا کامه 1 این رو انتخاب میکنم، کامه 1 و این یوزر من کامه 1 @learnexpert.local که اینو من قبلا تو اکتیوم ساخته بودم. دقت کنید شما اگه بخواید یوزر لوکال هم داشته باشید میتونید یوزر لوکالتون رو اینجا فراخوانی کنید. قبل از اینکه وارد این منو بشیم این تغییرات رو من سیو نکنم. شما چجوری میتونید متوجه شید که کریتون جوین دامین شده؟ یک از این طریق که کانکشن رو پس کردید و به قول معروف اینجا بعد بهتون یه ساکسس بده که آقا این به دامین شما جوین هست که میبینید الان سبزه. بعضی وقتا این اتفاق نمیفته و این زرد میشه یا قرمز میشه که همون ممکنه مشکلات تایم باشه یا اصلا کریو اصلا دامین شما جدا شده یا دامین شما دچار مشکل شده باشه. بحثی که هستش دیگه جای دیگه که میتونم متوجه بشم این قسمته. من اینجا یوزر لوکال دارم، میتونم انتا یوزر لوکال بسازم و از این منو هم انتخاب بکنم و learnexpert.local و یوزرایی که توش ساخته شده رو بیارم و فراخوانی بکنم. چه چیزایی تو اینا دارم؟ من اینجا میتونم این ممبر گروه که نمیتونم انجام بدم، میتونم ممبر چه گروهی هستش. اگر که من بیام اینجا بگم this user has a separate configuration، در واقع کانفیگ دامین رو نمیگیره و من میتونم اینجا بهش اکسس لوکالی کریو رو بدم که من میتونم بهش ادمنستریشن بدم، فول اکسس بدم یا فقط بگم آقا بخون. این کارهایی که میتونه توی رول ها واسم انجام بده، میتونه کانکشن وی پی ان هم کنترل بکنه یا بحث دایال اپ رو بهم کنترل بکنه. کوتا میتونم براش اینجا تعیین بکنم، میتونم بهش دیلی لیمیت بدم. کوتای کاربرامون رو میتونیم اینجا تعریف بکنیم. تنها جایی هم که میتونیم تعریف بکنیم همینجاست. من چه یوزر دامین چه یوزر لوکال داشته باشم میتونم دیلی لیمیت، ویکلی لیمیت و مانثلی لیمیت واسش داشته باشم. میتونم فقط ترافیک دانلود رو براش کوتا تعیین بکنم یا فقط ترافیک آپلود رو این کارو بکنم. وقتی دانلود رو اینجا انتخاب بکنم مثلا بذارم 50 مگ، اینجا گیگ داره و مگ داره، میتونم مگابایت در واقع 50 مگابایت براش بذارم و بگم این کوتای شماست. دوستان توجه داشته باشید وقتی کوتا میذارید ما حالا اینو بعدا درباره این منو یکم بیشتر صحبت میکنیم برای این چیزی که اینجا نوشته شده. چیزی که هستش اینه که وقتی کوتای طرف تموم میشه تو اکثر UTM-های دیگه این شکلی بود که به اونا پیغام میده یا ایمیل میده یا کوتاتون تموم شده. اینجا یه همچین شکلی هست با این تفاوت که من میتونم وقتی کوتاش تموم شد بگم بلاک any for the traffic، یعنی هر چی ترافیک هست رو براش ببند وقتی کوتاش تموم شد دیگه اینترنت نداشته باشه، یا اینکه اجازه بده انجام بده ولی بعدن تو بندویت من یقشو میگیرم و بهش میگم که اونجا بعدن حالا حسابشو برس، حالا بعدن بهتون میگم که به چه شکلی. یا اینکه و حالا اینا که یا بود ولی این دل بخواه من میتونم اینجا بگم که notify user by email when quota is exceeded، میگه آقا وقتی که تموم شد به یوزر یه نوتیفای بده، یه ایمیل بده با ایمیل یه نوتیفای بهش بده که آقا تموم کردی کدتو، زنگ بزن به ادمین یا زنگ بزن به کسی که مسئوله برات این کارو انجام بده. بحث دیگه‌ای که داریم اینجا بحث وب کانتنت که میتونه اینا رو بگیم آقا اسکن کن از این یوزر یا اینا رو نکن یا اینا رو فیلتر کن واسش یا براش پاپاپا رو اینجوری بذار. این قسمت هم ترجیح میدم درباره‌اش صحبت نکنم چون مفصل میخوام بگیم که چیکار میکنه. فقط یه نکته کوچیک و ریز بهتون بگم. توی اینجا وقتی که من اینجا انتخاب بکنم که اتوماتیک لاگین رو به من میگه که آقا برای یوزر کام 1 اساین کن مثلا فقط 200 100 رو، یعنی 200 100 رو
به کام یک اختصاص میده و دیگه اگر که هر کسی با این آی پی اومد با این یوزر دیگه میبینتش و دیگه اتنتیکیتش نمیکنه، اتوماتیک لاگین میشناستش. همین رو من میتونم با آی پی ادرس گروپ داشته باشم. میتونم بیام یه یوزر درست کنم یا دامینی یا لوکالی، بهش بگم آقا یوزر سرورز از آی پی ادرس گروپ سرورز بخون و اصلا کلا با سرورهای من کار نداشته باش. موقعی که اینا بخوان اینترنت بدن اصلا اتنتیکیتشون نکن، بذار راحت حالشون رو بکنن، آپدیت کنن، هر کاری میخوان انجام بدن بکنن، چون سرورها حیاتی هستن. یا اینکه بیام مک بدم، بیام بگم آقا اختصاصی این مک برای شماست، یا برعکس وقتی این مک رو دیدی از هر آی پی ادرسی اومد با هر یوزری که اومد تو اساینش کن به این یوزری که من میگم. اوکی. یا اینکه وی پی ان کلاینت ها رو بهشون آی پی فلان اختصاص بده، من میخوام این یوزر وقتی وصل شد این آی پی رو بگیره استثناء و چیزای دیگه. پس اینجوری میتونم متوجه بشم که کریو من داره درست کار میکنه و درست به دامین جوین شده. حالا میخوام رول بنویسم، میام اینجا رول ایجاد میکنم، این همش میره این بالا زیر رول سرور ها، میام مینویسم که دوستان توجه داشته باشید که یه اسکیپ داشتم تو این ویدیو، متوجه شدم که کریو ورژن 9.1.2 ریلیز شده و این که الان داریم کار میکنیم ورژن 9.1.2. من اینو سیو نکنم. 9.1.2 دوستان توجه داشته باشید که آخرین ورژن کریو هم هستش که من نسخه ترایالش رو نصب کردم که بتونم از فول فیچرش استفاده کنم. و اینکه توی قسمت ترایالش این نکته رو بهتون بگم فقط برای اینکه حوصله‌تون سر نره، این نسخه های ترایل یه خوبیایی که داره اینه که شما میتونید آپدیت آنلاین داشته باشید. یعنی الان این تموم شد، مثلا قبلش اینجا لودینگ پر کرده بود، یا توی قسمت IPSش وقتی که همه چیز اوکی باشه، حالا چون از سایتی داره میگیره آپدیتاشو که ممکنه فیلتر باشه، ممکنه بعضی وقتا ارور هم بهتون بده، ولی برای شما آپدیت رو میندازه و خیلی حرفه‌ای آپدیت براتون انجام میده. اینی که میگم اگه لایسنس اوکی استفاده بکنید خیلی به نفع. به این شکل از بحثمون دور نشیم، توی ترافیک رول می‌خواستیم یه رول ایجاد کنیم برای کاربرایی که بخواد اینترنت بده. من اینجا یه ماشین دارم که کام یکه و کام یک من جوین شده به دامین. من این رو برای شما بیارم ببینید. کام یک من جوین شده به دامین learnexpert.local. اینم کامپیوتر نمیشه c1-pc.learnexpert.local. دقت کنید دوستان، الان این کامپیوتر به هیچ عنوان اینترنت نداره. من اگه بخوام این کامپیوتر رو بهش اینترنت بدم، اینجا یه رول ایجاد کردم، اسمش رو میذارم کلاینت اینترنت. دقت کنید میام اینجا سورس رو انتخاب میکنم، میگم اسم رولم کلاینت اینترنته، سورسم کیه؟ سورسم کام یکه. میام اینجا learnexpert.local کام یک رو انتخاب میکنم. دوستان توجه کنید، من میتونم تو اکتیو یک گروه درست کنم، بیام مثلا بگم گروه مثلا میگم دامین ادمین، بیام گروه درست بکنم حسابداری، گروه درست بکنم ارزم به خدمت شما فاینانشیال، تدارکات خارجی، میتونم یه گروه درست بکنم مثلا انبار، حراست، هر چیزی تو اونا ممبر بندازم و چون خیلی کریو با اکتیو سینک هست میتونه یوزرها رو ازش بخونه و بیاره، میتونم اینجا گروه فراخونی کنم. به جای اینکه شما دونه دونه اینجا یوزر ندید، میتونید کاربرها رو طریق گروه فراخونی کنید و گروه رو اینجا بیارید. و وقتی گروه رو بیارید، هر یوزری رو عضو اون گروه بکنید توی دامنتون، اتوماتیک اینترنت رو خواهد گرفت. یعنی نیازی نیست که همه به کریو دسترسی داشته باشن. شما میتونید یه سری رول طبیعی داشته باشید، حالا واسه کانتنت فیلتر، واسه وب فیلتر، واسه اینترنت اکسس، واسه ترافیک و مثلا بیام دسته‌بندی کنید. گروه مدیریت منیجرز بذارید، گروه حسابداری مالی بذارید، گروه تدارکات خارجی بذارید، گروه حراست بذارید و اینا رو با توجه به این گروه ها محدودیتاشو اعمال کنید و دیگه فقط به کاربری که میخواد اینترنت بده یه اسیستنت اکتیو رو اهدا میکنید و بهش میگید آقا برو فقط این یوزر رو ممبر این گروه بکن. این طرف دیگه خودش پالیسی‌های اون اینترنت رو بهش اعمال میکنه. این هم یکی از خوبیای دیگه کریویه که خیلی کمک میکنن و دیگه نیاز نیست ما مثلا اگه 300 400 تا یوزر داریم این 300 400 تا رو بیاریم توی کریو و دونه دونه و هم شکلش خیلی ناجور میشه و هم مدیریتش سخت میشه. کام یک رو اینجا انتخاب میکنم و بهش میگم که دستینیشن اینترفیس کی هست، میگم اینترنت اینترفیس. چه سرویس های احتیاج داریم؟ من میگم آقا شما فقط HTTP و HTTPS بسه. حالا یکی مثلا بخوایم فورجه بدیم، بگیم مثلا FTP، بیایم یکی دیگه
ببینیم مثلا چیا داریم. نگاه کنیم DNS رو چون اون بالا دادم دیگه نیازی نیست. چون کریو گیتوی قرار میگیره خب مهمه که من چه سرویسایی رو به این دوستان بدم. ترافیک مثلا نتوریوس رو الو میکنم. دیگه چی میتونم بدم؟ فعلا تو این سناریوی خودمون همینو فعلا بسته. حالا بعدا میل و اینا رو هم که قاطیش میکنیم بهتون میگم که اگر که پاپ تیری باشه بعد چه کاری رو انجام بدید که تو آنتی ویروستون، چون بعضا پیش اومده بود دوستان روی این پاپ تیری روی آنتی ویروس مشکل داشتن که بعد چه کاری انجام بدیم اونم خدمتتون میگم. آی پی ورژن any اکشن آلو ترنسلیشنش رو انتخاب میکنم همون نت در واقع سورس نت و اوکی رو انجام میدم. دقت کنید دوستان اینجا یه ولی تایم دارید. ولی تایم الان فقط تنها چیزی که گروه توشه اینه. بریم با هم ببینیم چه چیزایی داره. اینو اپلای میکنم. توی قسمت پایین اینجا در واقع توی دفینیشن یه تایم رنج داریم ما که ما میتونیم اینجا تایم بدیم. توی اون ویدیوی قبلی خدمتتون گفتم که ما میتونیم بر اساس سیاست سازمان یا سیاست شرکت بیایم تایم بندی کنیم. مثلا من میام اینجا به شما میگم که یه تایم بندی میکنم. مثلا شما یه افرادی دارید که تو تایم روز فعالیت میکنن یا قراره که مثلا مدیریت اعلام کرده گفته آقا مثلا 12 تا 1 بعد از ظهر فقط تایم نهاری اینا اینترنت داشته باشن، یا کاربرای شیفت شب دارید یا سری کارمندی دارید که مثلا از ساعت 12 شب به بعد تو مجموعه فعالیت میکنن. ما میتونیم با توجه به این تایم رنج به اینا تایم بدیم و بگیم از این بازه زمانی تا این بازه زمانی شما میتونید فعالیت بکنید. مثلا اگه بخوایم وقت نهاری رو انتخاب بکنیم من اینجا مثلا تایم 12 الی 13 رو مثلا این نیمشه فقط انتخاب میکنم که فقط بدونم چی دارم مینویسم، یا مثلا بخوام خیلی فرمالیته برم مثلا بخوام بزنم بریک مثلا اینجوری بهتره. دیسکریپشنش هم میذارم برای ایمپلوی، میتونه برای مدیریت باشه، میتونه واسه یه کارمند دیگه باشه، هر چیزی میتونه باشه. این فقط دیسکریپشن. میگم آقا این داستانی که شما داری اعمال میکنی، این چیزی که اینجا داری میبینی دیلی به این دوستان اعمال بشه، هر روز اعمال بشه، هفته‌ای فقط از این به قول معروف تایم از این روز تا این روز اعمال بشه، از سه‌شنبه تا چهارشنبه این ساعت مثلا اعمال بشه، یا ابسولوت باشه من فقط میگم از این تاریخ و به قول معروف تا این تاریخ این روزا رو داشته باشه. مثلا یه سری این میدونی در کیا میخوره، مهمون میاد تو مجموعتون یا مثلا کارآموز میاد تو مجموعتون، میدونین کارآموز 3 ماه بیشتر نیست، یا مثلا یه نفر میاد میگن آقا فلانی 3 روز اینجا هست این کارو انجام میده. شما دیگه برای اینکه درگیر کار دیگه نشین یه تایم رنج درست میکنید، اینجا بهش انتخاب میکنید میگه از اینجا تا اینجا. خیلی 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 فلکسیبل کریو، برای همین خیلی طرفدار داره. میام اینجا انتخاب میکنم میگم آقا از ساعت 12 الی مثلا 13 و 13 all days، میتونم حتی اینجا فرایدی رو به قول معروف بردارم و این که میتونم بیام بگم که مثلا پنجشنبه هم توش نباشه یا باشه. میتونم بعدا اینجا انتخاب بکنم که first of the week من چی باشه، یعنی مثلا ساتردی باشه، ساندی باشه، اینا همه بعدا قابل انجام هست. اینو اوکی میزنم، اپلای میکنم، میگم آقا این چیزی که داری اینترنت رو میدی برای این ساعت تا این ساعت باشه، یا حالا برای حراست منه، حراست من فقط قراره شب اینجا دوربین ببینه، حالا شاید خواست مثلا از 3 ساعت تا 1 ساعت هم اینترنت کار بکنم، مثلا این کارو بکنم، میتونم اینجا تایم رنج رو تعریف کنم. پس وقتی میام تو ترافیک رول اینترنت میدم به این دوستان، میتونم اینجا تایم رنج رو هر چی دلم بخواد بذارم. با دیفالت اگه چیزی نذارم اینجا آلویزه. یه نکته که فراموش کردم بگم، تو قسمت دامن یوزر لاگین ما وقتی خب کریو رو جوین کردیم فراموش کردیم که این قسمت اتنتیکیشن آپشن رو بریم. الان با این رویه ما چون خب اومدیم گفتیم کاربر با یوزر پس خودش بخواد بره، ما دلمون میخواد اگه کسی هم اومد تو مجموعمون ازش سوال بشه واسه اینکه بخواد بره اینترنت، هر کس همینجوری اینترنت نیاد از ما بگیره. always require user to be authenticated when accessing web page، یعنی اگه کسی اومد تو مجموعمون همیشه ازش سوال بشه که آقا اتنتیکیت بشه بری بیرون، و همیشه یوزرهایی که بیاد تو مجموعمون اینترنت دار بشه که اتنتیکیت شده باشه. و همچنین enable automatic authentication using NTLM هم میزنه. در رابطه با NTLM صحبت میکنیم که چیه. در واقع NTLM همون لن منیجره که
میتونه کاربرا رو با توجه به یوزری که به سیستمشون لاگین کردن، یوزر دامینی که لاگین کردن، میتونه مدیریت بکنه و مثلا میگم من یک کلاینتی هم که تو مجموعه جوین شدم و کاربری دامین دارم. با این کاربری دامین دیگه نیازی نیست من هر جا که رفتم یوزر پسورد بزنم و اینترنت بگیرم و اینکه هر موقع خواستم اینترنت برم از روی کریو خودش متوجه میشه و از روی کانکشن لاگین من که روی سیستم هست میفهمه که آقا من یوزر دامینم، پس دیگه منو اتنتیکیت نمیکنه، به من مجوزهایی رو میده که مربوط به یوزرم باشه. دوستانی که از نسخه کرک این کریو استفاده میکنن این قابلیت رو با وجود که تیک میزنن ولی براشون کار ممکنه نکنه. پیش اومده دوستان سوال پرسیدن گفتن ما میخوایم بدونی که کاربر یوزر پسورد بزنه بره اینترنت. خب دوستان این همین NTLMه، ولی وقتی که شما نسخه کرک استفاده میکنید این قابلیت برای شما کار نمیکنه و همیشه باید در نظر داشته باشید این تو سناریوهای کار خواهد کرد که کریو به عنوان گیتوی قرار بگیره و دیفالت رودها به سمت کریو بره. شاید شما یک روتر داشته باشید که توی اون روتر گیتوی کاربراتون باشه و DHCP سرور باشه یا اصلا هر چیزی دیگه ای باشه. این روتر بعداً دیفالت روت رو پاس بده سمت کریو. در این صورت این NTLM میتونه برای شما به خوبی کار بکنه. همونجور که خدمتتون گفتم کریو تو چند روش میتونه به شما اینترنت رو بده که یکی از بهترین روش‌ها و خیلی پرطرفدارترین روش‌هاش همین NTLMه که بدونی که کاربر بخواد یوزر پسی بزنه و خیلی هم یوزر فرندلیه بتونه اینترنت بره. پس برای اینکه این کارو بکنیم ما این رو تیکش رو میزنیم. اگر که کاربر ما 120 دقیقه آیدل بود و 120 دقیقه بیکار بود، یعنی تقریبا 2 ساعت، اتوماتیک کریو میذاتش بیرون. میگه یوزری که کار نمیکنه دلیل نداره به من لاگین باشه. درباره این خیلی صحبت داریم، این خیلی مقوله جالبیه. بحث گس اینترفیس و WPA انترپرایز رو ما میتونیم WPA2 انترپرایز رو میتونیم روی این راه اندازی بکنیم و تو استر وریفیکیشن هم تو همین میگونجه که حالا ما میتونیم رادیوس اینجا معرفی کنیم و چیزهای دیگه. حالا اینو بحثش مفصله. پس کاری که کردیم اول اومدیم به سرورمون اینترنت دادیم، اومدیم برای کاربرمون تایم رنج تعیین کردیم، گفتیم آقا از چه ساعتی تا چه ساعتی بتونه بره، فعلا برای ایشون نذاشتیم مثلا چون یه دونه سیستمه. و اینکه کارهایی که انجام دادیم در رابطه با بحث دامن یوزر لاگین هم بحث NTLM بود. بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینیم پیج باز میکنه یا نه. مثلا باز کرد دوستانی که توی این بحث یعنی توی این قسمت به مشکل میخورن و ممکنه که براشون این سایت ها باز نشه و NTLM کار نکنه، یه راهکاری هست. اون دوستانی که خب از نسخه کرک استفاده میکنن و NTLM رو سیستمشون درست کار نمیکنه، مال چند تا بحث میتونه باشه. یکی بحث اینه که خب چون نسخه کرکی که دارن استفاده میکنن این قابلیت رو نداره. دو اینکه بحث دیگه که هستش مربوط به کانفیگای خود کریو میتونه باشه که این اتفاق نیفته یا دامین درست کار نکنه، چیزهای از این قبیل. ولی کسایی هم که خب همه این استپا رو جلو رفتن و مورد همه چیزو با هم دیگه چک کردن و مشکلی نداشتن، یه توصیه بهشون میکنم که اینو شاید تو ویدیوی بعدی توضیحش رو بدم خدمتتون. دوستانی که رو میخوان کاربراشون از طریق NTLM حالا با همون کاربریای کرک استفاده میکنن، میخوان از طریق NTLM درست استفاده کنن و کارشون انجام بشه، باید بیان یه سری کارهایی رو انجام بدن. مثلا بعد بیان توی IE ما یه قابلیتی داریم که میتونه از چیز بخونه، از یوزرنیم پسورد طرف رو از روی سیستمش گت کنه و بخونه. اینترنت آپشن توی قسمت کانکشن، توی قسمت سکیوریتی، توی لوکال اینترنت اینجا یک کاستوم لول داره دوستان. این قسمت میگه که یوزر اتنتیکیشن automatic login with current username and password، میگه همین یوزرنیم پسوردی که رو سیستم هست رو برای من بخون. خب دوستان کانفیگ های کروم دقیقاً شبیه IE یعنی از IE میخونه و اگه که شما این تغییرات رو انجام بدید میتونه این اتفاق بیفته. من میخوام لپ مطلب رو خدمتتون بگم، این یه کمی طولانیه، فقط من یه نکته کوچیکی رو بهش اشاره کردم. برای اینکه NTLM کار بکنه شما باید از طریق اکتیو سری پالیسی رو اعمال بکنید و سعی کنید پورت 4080 یا 4081 که کریو رو باز بکنید که کاربر فقط موقع که ازش یوزرنیم پسورد میپرسه یوزرنیم پسورد رو از سیستم گت بکنه. تو کسری از لحظه این اتفاق بیفته و
کلوز بکنه و ببنده، کاربرم متوجه نشه. کسی که از کرک استفاده میکنن این مشکلات خوب دارن که این انتلم به این شکل کار میکنن. ولی اگر روال باشه و همه چی مشکلی وجود نداشته باشه، همه چی درست باشه، از طریق همین کارهایی که انجام دادیم میتونیم این داستان رو جلو ببریم. تو ویدیوی بعدی بهش اشاره میکنم. ویدیوی بعدیمون دوستان یک کمی کانفیگ انترپرایز تره و میخوایم کانفیگ به قول معروف کاربردی تری رو با هم جلو بریم. سناریوی ما تمام شد. کاربر ما الان اینترنت دار شده. ما محدودیت‌هایی براش تعیین کردیم و بهش دسترسی دادیم که گفتیم آقا فقط این رو برو و اینکه دیگه کار خاص دیگه نداریم. میتونیم اینجا گروه اضافه کنیم و اینها. طریقه اینترنت دار شدن دوستان به این شکله. توی ویدیوهای بعدی برای اینکه بتونیم به کاربرای موبایلی و کاربرای به قول معروف لپتاپ و مهمان که به مجموعه ما اضافه میشن چه کانفیگی باید انجام بدیم، وقت بهتون میگم. این قسمت گس اینترفیس شاید 2 جلسه طول بکشه بخوایم این رو با هم جلو بریم. این خیلی خوبه، کاربردیه. بحث وای فای به قول معروف هات اسپات رو میتونیم داشته باشیم. بحث ارزم به خدمت شما WPA2 انترپرایز رو میتونیم روی این جلو ببریم که یا خیلی خیلی کامله. خب دوستان حالا میخوایم بریم بحث بندویدت رو با هم جلو بریم. توی قسمت بندویدت منیجمنت اند QoS ما میتونیم پهنای باند کاربرامون رو کنترل بکنیم. اینجا ما اگه بعد به قول معروف پهنای باندی که میخوایم اعمال بکنیم به دوستانمون که از پهنای باند زیاد استفاده نکنن. شما بعضی وقتا پیش میاد به شما اعلام میکنم میگن آقا ما یه هشمگ پهنای باند داریم، این هشمگ رو شما اینجا تعریف کنید. هشمگتون هم ددیکیته. بعد این هشمگ رو شما باید یه جوری مدیریت بکنید که به مدیریت هیچ وقت دچار اشکال نشه، همیشه سرعت مناسب و خوبی داشته باشه. کاربرای حسابداری کاربرایی هستن که بیشتر با بانک کار دارن و عملاً زیاد سرعت زیاد براشون ملاک نیست، یه چیز خیلی معمولی در حد 512 یمیک بسشونه. کاربرایی هستن که طراحی انجام میدن و بحث مارکتینگ رو دارن. خب میرن بعد همش سرچ بکنن و تو سایت متنوع برن. پهنای باند نسبتا خوبی میخوان. گروه بندی این قبیل از یوزرهاتون رو توی این منو میتونید انجام بدید. با زدن دکمه اد من میتونم اینجا نیم بدم، مثلا بذارم حراست. بعد بیام بگم که آقا ترافیک کیو میخوای. این خیلی 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 کامله. من روی اینها بخوام دونه دونه براتون صحبت بکنم تایم ویدیوم زیاد میشه. فقط بسنده میکنم به اینکه وقتی بخوام به یک یوزری پهنای باند اعمال بکنم چی کار باید بکنم. میام اینجا توی به قول معروف ترافیک تایپ هم کامپیوترم رو انتخاب میکنم. اینها هر کدوم برای خودش داستان خاص داره. مثلا این اکسیدد کوتا بود که خدمتتون گفتم. بذار اینو من تمامش کنم. میام اینجا کامل یک و ترافیک هم شد. یعنی میگم آقا ترافیک ورودی و خروجی این دوستمون حالا چه دانلود چه آپلود رو بیام برام اینجا مدیریت کن. میگم که نذار از 1 مگ تجاوز بکنه برای دانلودش. برای آپلودش هم میگم نذار از همون 1 مگ تجاوز بکنه. از چه اینترفیسی؟ میگم بیا آقا این ترافیکی که داری به من اعمال میکنی رو روی دست ون من، روی اون قسمت اینترنت اینترفیس من اعمال کن. اوکی میکنم. چه تایم این اتفاق بیفته؟ میتونم مثلا میگم آقا پهنای باند خوب و بد در نظر بگیرم. بگم آقا یه کاربر دارم طراحه، بیام بگم آقا این 10 تا 12 پهنای باندش آن لیمیت باشه، باقی تایم ها باقی ساعت ها پهنای باندش همون مثلا 1 مگ باشه. فقط توی این 10 تا 12 وقت داره که سرچش رو انجام بده. چارت هم که بزنم برام به قول معروف چارت بندویدت استفاده کردنش هم بهم نشون میده که چه کاری داره انجام میده و اینها. اگه تیکش رو بزنم اپلای رو بکنم در واقع این دوستمون پهنای باندش میشه 1 مگ. دوستان توجه داشته باشید. حالا تست اینها رو بعدا با هم میتونیم بریم. خب ما داشتیم میگفتیم که این قسمت بعضی دوستان هستن این 2 تا تیک رو با هم میزنن. این به من میگه که رزرو ات لیست، یعنی بیا آقا 1 مگ رو واسه این بنده خدا کامل 1 نگه دار. در هر شرایطی این اومد براش 1 مگ رو نگه دار و از 1 مگ هم نذار تجاوز بکنه. خب شما نگاه کنید، مسئله‌ای که هستش اینه که بعضی وقتا کاربرایی دارید که میخواین همیشه برای مدیریت 2 مگ 3 مگ اکسکلود بکنید. وقتی خواستید این کار بکنید این قسمت رزرو رو میتونید بزنید. وقتی میگید که میخوام به هیچ عنوان میخوام به یک گروه فقط 1 مگ بدم، فقط 2 مگ بدم،
این دو نات اکسید رو انتخاب میکنید، مثلا اینجا تعداد نفراتون رو انتخاب میکنید تو ترافیک 3 تا 4 تا 5 تا هستن، بهشون میگه 1 مگ. این 1 مگ دیگه 1 مگی نیست که به هر شخص 1 مگ بده، این 1 مگ رقابتیه، یعنی به این شکلی اگه یه نفر با دانلود منیجر دانلود بذاره رقابتیه، هر کس که بندویت بیشتری در اختیارش باشه واسه دانلود کردن میتونه سرعت بیشتری داشته باشه، ولی 1 مگ نهایتش 1 مگ، یعنی ممکنه توی این 5 نفری که توی این گروه 1 مگی هستن یه نفر یه دانلود قوی گذاشته، بقیه دارن 2 کی 3 کی استفاده میکنن، ولی اون داره مثلا 128 کیلوبیت میکشه. این بیشتر به خاطر اینه که این اتفاق داره میفته. 128 کیلوبیت میخوام، این بیشتر به خاطر این قسمته که میان رقابتیش میکنه و این تیک رو بزنی اتفاق میفته. ولی اگه بخواید به همون گروه مثلا 5 نفر هستن، میخواین این 5 نفر تو هر باز از تایم که توی روز هستن، این 5 نفر هر کدوم برای خودشون 1 مگ داشته باشن و از 1 مگ هم تجاوز نکنن. این رو بزنید این اتفاق براشون میفته. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتون بگم توی این قسمت بود. وقتی من اومدم اینجا این قسمت رو انتخاب کردم توی یوزرم میخواستم بهش کوتا بدم، تو حالت وقتی که داره از دامین شما در واقع تبعیت میکنه هیچ کدوم از اینا بهش اعمال نمیشه. وقتی میگم separate configuration اینا فعال میشه. وقتی میخوام به یوزری کوتا بدم بهش بگم که آقا شما محدودیت حجمی دارید، بعد اینا رو فعال کنم دیگه. میخوام بهش دیلی لیمیت بدم، گفتم اینجا مثلا میخوام بهش بگم آقا آپلود و دانلود رو هم 50 مگ مثلا. با این 50 مگ چیزی نمیشه، مثلا شاید تو کمتر از 10 دقیقه تموم بشه، ولی خب سیاست مجموعه است دیگه، هر کسی هر چی دلش میخواد میذاره. بهش میگم آقا بلاکش نکن، این 50 مگش که تموم شد بلاکش نکن، من کارش دارم میخوام اذیتش کنم. کجا اذیتش میکنم؟ میام تو بندویت منیجمنت یه رول ایجاد میکنم، مثلا میذارم exceeded، بعد میام اینجا میگم که ترافیکت چیه، میگم ترافیکم exceeded quota limit. درست شد؟ exceeded quota limit میگه آقا کسانی که حجمشون تموم شد کواتاشون تموم شد بیان توی این گروه، من اتوماتیک اینا رو میشناسم، بیارشون پیش من. میگم آقا این که اومد پیشت اوکی، حالا بیا میخوام ازتش کنم، میخوام وقتی تایمش تموم شد به حرفمو گوش نکرده، دانلود کرده، هر کاری که کرده، بیا بهش مثلا 1 کی بده، به هر کدومشون هم 1 کی بده، یا نه اصلا کلا رزرو هم نکن، 1 کیلوبیت یعنی 0 زیر خط فقر. خب آپلود هم همین شکل. میخوام حضرتشون کنم دیگه، میخوام بگم آقا شما اینترنت دارید، ولی اونی که من میگم از چه اینترفیسی؟ اینترفیس فهم. تمام شد. بحث دیگه که داشتیم دوستان که خیلی هم به نظر خودم هیجانی هستش و خیلی من دوست دارم این بخشو، بحث کانتنت فیلتره. توی کانتنت فیلتر ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. خاطرتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم ما دراپ داریم و دینای داریم. اکثر دوستان تو مجموعهاشون مشکل دارن و پیش هم میاد و قابل درک هم هست. دوستانی هستن که شیطنت میکنن، تلگرام استفاده میکنن، اینستاگرام استفاده میکنن، طرف مدیر به هر حال دسترسیش فوله، طراح دسترسیش فوله، بعد وی پی ام بزنه. خب اینا یه سری چیزاییه که خب اجتناب ناپذیره و نمیتونیم جلوش رو بگیریم، ولی از طریق کانتنت فیلتر کریو میتونیم یه کاری رو انجام بدیم. مثلا من میتونم یک رولی ایجاد بکنم یا به یک کاربر میام اینجا یه رول اضافه میکنم، به یک کاربر یک رولی رو اضافه بکنم، بیام بگم آقا دیتکت کانتنت چی باشه، من دوست ندارم کسی ورزش 3 بره. درست شد؟ میگم آقا اینجا ورزش 3، میام اینجا دارم ورزش 3 ستاره، ورزش 3 ستاره یعنی چی؟ یعنی اینکه من اینا رو تو ویدیوی بعدی کامل توضیحش رو بهتون میدم. رگولار اکسپرشن چی هست، هاستیم اکسس آل پروتکل چیه، چی کار رو باید بکنیم که تلگرام رو بتونیم مثلا فیلتر کنیم، اینستاگرام رو بتونیم ببندیم، اینا همه رو خدمتتون میگم. فقط میخوام یه اشاره کوچیک کنم. من اینجا وقتی میذارم ستاره ورزش 3 میگم آقا یعنی هر چی قبل از ورزش 3 بود و هر چی بعد از ورزش 3 بود. هستن دوستان میرن توی این سایت ها، حالا ورزش 3 بنده خدا الان مظلوم واقع شده، سایت های دیگه، سایت های مووی، مثلا ستاره مووی .com، ستاره مثلا دانلود مثلا
هر چیزی میتونه باشه اینجا، هر چیزی که شما دوست دارید، هر چیزی که فکر میکنید داره اذیتتون میکنه اینجا میتونید ببندید. مثلا که ستاره مووی ست، هر چیزی که قبلش بود و هر چیزی که بعدش بود، این یه بدی هم داره خدمتتون میگم. چیکارش کن؟ از سورس کی بهم وارد شد؟ میگم آقا از این کام یک، از اون مدیره، از اون طراحه، از اون که شیطنت میکنه، اگه خواست یه همچین چیزی رو سرچ بکنه یا همچین چیزی مضمون سایتش بود، کانتنتش بود، دراپش کن، نذار بره. ترافیکش هم بهم لایک کن، بهم نشون بده. اپلای. اوکی. حالا میخوام یه کمی حرفه‌ای‌تر بریم جلو. میخوام بگم آقا من نمیخوام این فکر کنه من بستمش. دینایش کن. میخوام یه جوری بهش بگم آقا این جایی که داری میری جای درستی نیست. متوجهش کنم. بیام اینجا بگم آقا برو توی سایت، مثلا میگم پورتال خودم، مثلا یا ریفرش بدم به یه سایت دیگه، مثلا میگم آقا برو توی سایت learnexpert.ai، اونجا برایش پیغام بنویسم دسترسی برای شما مجاز نیست. یا بیام اینجا بگم آقا دسترسی به این سایت برای شما مجاز نمی باشد. طبق قوانین شرکت فلان دسترسی به سایت فلان برای شما مقدور نمی باشد. از اینکه با ما همکاری میکنه از شما کمال تشکر داریم. یعنی که بیام بگم که وقتی این سایت رو رفت برام ایمیل هم بزن، یا به خودش ایمیل بزن یه جوری مطلعش کن. اینا رو میتونم برایش همه رو انجام بدم، اینا رو میتونیم با هم چیز کنیم. فرق دینای با دراپ این بود که میخواستم خدمتتون بگم. خیلی خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. ترجیح میدم برای ویدیوی بعدی یه سری سناریوی خوب انجام بدیم با هم دیگه و بیایم روی یوزرامون تغییرات اعمال بکنیم و روی قسمت بندویت ببینیم که این یوزر چجوری بهش اکسیدد کوتا اعمال میشه، کجا میتونم کوتا رو پاک کنم. آقا حالا کوتاش تموم شد، کجا برم این کار رو انجام بدم، کجا برم این بیچاره که الان 5 مگش تموم شده رو نجاتش بدم، کجا این کار رو انجام بدم. لاگ ها رو با هم مرور خواهیم کرد و اینکه چه لاگ هایی میتونیم از کریو بگیریم که کی چه سایتی رفته، کجا رفته، چه ریپورت هایی میتونیم بگیریم. تو قسمت کانتنت فیلتر، توی قسمت اپلیکیشن وب کاتگوریز خیلی کار داریم. ما یه سری سایت ها رو شاید بخوایم برای خودمون وایت لیست درست بکنیم، اینجا میذاریم پورتالامون، وب میلامون، سایتایی که دوست داریم مثلا بهشون ترافیک اعمال نشه، اینا رو همه رو اینجا میتونیم کاتگورایز کنیم. تو قسمت اینجا میتونیم فیلترینگ داشته باشیم، سیو وبامون رو میتونیم اینجا داشته باشیم. کریو تو ورژن‌های جدیدش اومده سیف سرچ گذاشته و گفته آقا فقط از این سرچ انجینا که من بهت میگم استفاده بکن. شما که به کاربراتون اعمال بکنید که فقط از سرچ انجین گوگل استفاده کنن که از این قسمت استفاده میکنن. Forbidden words که تو قسمت بعدی بهش میپردازیم، فقط اشاره کوچیک بکنم دیگه تا اینجا اومدیم حیفه. من اگه این رو اینیبل بکنم دوستان، یه سری کاتگوری داره، یه سری لایبرری داره که برای ما این کاتگورایز شده. مثلا من میتونم اینجا وزن بدم، یعنی همون مبنای فیلترینگی که داره انجام میشه یه جورایی منطقش به همین شکله. من میتونم اینجا وزن بدم، بگم اگر جایی مشاهده کردی کلمه فیسبوک 7 بار تکرار شده بود، دقت بکنید هرچی این وزن پایین تر باشه، هرچی این عدد پایین تر باشه سختگیری بیشتره. من میام اینجا میگم آقا اگر که طرف کیوردش بود مثلا mp3، مثلا این mp3 مثلا تو هر صفحه من 5 دفعه تکرار شده بود، اسم دیسکریپشنش هم میزنم mp3 مثلا یا موزیک، هر چیزی اینا دل بخواهیه. اینا همه گروهی که شما میتونید درست بکنید، بعد توی این گروه میتونید عضو داشته باشید، کیورد اضافه بکنید. خب که حالا خودش یه سری چیزایی رو واسه خودش گذاشته. من اگه اینها رو اضافه بکنم، میگم آقا اگه کلمه mp3 تو هر صفحه 5 بار بیشتر تکرارش شد بلاکش کن. اینو بذارش تو کاتگوری forbidden words و بلاکش کن و به طرفم نوتیفای کن. بگو بعضی وقتا اینا شر میشه دوستان. ممکنه مثلا طرف مدیر باشه بگه بابا من که سایت خلافی نرفتم، من مثلا رفتم تو سایت خبری دارم تحلیل خبر میخونم. ممکنه اینا رو بعد دستتون بیاد که چیکار بکنید. یعنی به همون اندازه که خیلی خوبه ولی خب یه سری مشکلاتی میتونه برای شما ایجاد بکنه. اینا رو در نظر داشته باشید. چه سرویسایی رو میتونم اینجا اضافه بکنم که سرویس سیف باشه. اینا همه تو کانتنت فیلتره. خیلی 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 بحث گسترده یه دوستان و توی این پارت ها نمی‌گنجه.
من علت اینکه این ویدیو هم کمی طولانی میشه بذارید به حساب شلوغی و همچنین مشغله کاری. سعی میکنم تو این هفته ویدیوی بعدی و سناریو بیس با هم جلو بریم، اینقدر پراکنده با هم نریم جلو که منو به منو توضیح بدیم. یه سناریو ایجاد میکنیم، یه سناریو واقعی، میگیم آقا این یوزر میخواد اینجا بره، اینجا رو میخوام دینای بکنم. و بحث بعدی بحث VPN سایت تو سایت رو میتونیم با هم داشته باشیم. تو قسمت روتینگش خیلی با هم کار داریم و همچنین اون چیزایی که خدمتتون گفتم. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه. ترجیح میدم بقیه مسائل رو بذارم واسه پارت بعدی. مرسی دوستان.